مورد با شما موافق هستم و تا جایی که شما معلومات دارین ما فکر کردم و درک کردم و حس کردم که شما علاقه‌مند دین مقدس اسلام هستیم و بسیار خوش میشم که در این رابطه ادامه بدین و پیش برین و بالاخره خوش بیاین به ایمان اسلامی. برمیگردیم برای مسئله ای که شما در رابطه با خواهران و مادران آن را پیشنهاد کردین. دین مقدس اسلام خیلی برجسته این امر را واضح می سازد که در رابطه با برخورد با خواهران و مادران خیلی باید حساس بود. حتی ما از بزرگان خود یک جمله داریم که میگویند جنت زیر پای مادران است و این جمله را من همیشه از صحبت های بزرگان اسلامی شنیدم تا اینکه از دیگران، زیرا آنها هستند که بنابر آیات قرآن عظیم شان و احادیث حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم آن روایات را، حرفای خوب را از خود به جا گذاشتند که بالاخره ما آن را تذکر می دهیم. ولی این امر را که ما اجرا می کنیم آن را ادیان دیگر در نظر نمی گیرند. آنها کارهایی را می کنند که خود می پندارند و خود آن را خوب می دانند. آنها مشکلات را برای این بیشتر ایجاد می کنند در اعمال خود که به اساسات خود نمی بینند و در مشابهت هایی که در اساسات آنها نسبت به دین مقدس اسلام ایجاد شده توجه نمی کنند. شما در سوال خود گفتین که اگر یک هندو به خاطر محفوظ نگه داشتن زندگی و حیات یک مسلمان خون میدهد و آیا امین امر را اگر یک مسلمان برای یک هندو انجام میدهد، در اینجا نقش دین چیست؟ زیرا دین اصلا در اینجا مطرح نمی شود. در این رابطه خداوند متعال در سوره مائده سوره 5 آیه 32 میفرماید که اگر کسی حیات شخص را نجات داد، و این معنا است که حیات شخص یعنی انسان را نجات داد. اینجا مطرح واضح نشده که مسلمان و غیر مسلمان، و این معنا است که تمام بشریت را محفوظ نگه داشته و نجات داده. این آیات پیش رفته و اضافه می کند که اگر شخص انسان را که مسلمان و یا غیر مسلمان باشه او را به قتل برسانه، به این معنا است که تمام بشریت را به قتل رسانده. ولی نجات دادن زندگی یک انسان یک عقیده بسیار بالا و خوب و برجسته است. ولی میاییم بالای سوال اول شما: چرا خداوند متعال ما را به میان آورد؟ من برای شما گفتم که خداوند متعال در سوره ملک سوره 67 آیه 2 فرمود که این خداوند متعال است که زندگی و مرگ را به میان آورده تا عقیده انسانها در رابطه با خداوند متعال را مورد آزمایش قرار دهد. ولی اگر ما کسی را نجات می دهیم بهترین عقیده را داریم، و اگر کسی را در آخرت نجات می دهیم ما بهترین عقیده در زندگی و بهترین کامیابی در امتحان خود نزد خداوند متعال را به دست آورده ایم. من دکتر از طب بودم و خواستم بنابر همان امر اینجا بیایم و حقیقت را برای انسانها بیان کنم و آینده و یا عاقبت و آخرت انسانها را نجات بدهم. خداوند متعال این مورد را در قرآن عظیم الشان به وضاحت بیان می کنند که بهترین امر این است که آخرت انسانها باید نجات داده شود. این امر است که من بیان می کنم که عالی است که کسی زندگی کسی را نجات بدهد به وسیله خون افاده کردن، ولی اگر آخرت کسی را نجات بدهیم بهترین امر این پنداشته می شود. Pearls of Prophet Muhammad, peace be upon him. Abu Mas'ud al-Ansari, may Allah be pleased with him, narrated that Allah's Messenger, peace be upon him, said, "He who guides towards something good will have reward equal to one who does it." Sahih Muslim, Volume 3, Book on Government, Chapter 791, Hadith number 4665. وظیفه من این است که حقیقت را برای مردم مسلمان و غیر مسلمان بیان کنم. آنها را فرا می‌خوانم برای خواندن و مطالعه کردن قرآن، و اگر این کار را انجام دادند آنها برای حق پیش رفتند و نور را حتما انشاءالله خواهند یافت.
من فقط در نخستین قدم از آنها میخواهم برگردید به مشابهت هایی که در اساسات خود شما در مطابقت با دین مقدس اسلام دین حق تذکر داده شده است و این که مشکلات در کجاست بعدا آن را مورد تشریح و تفاهم قرار خواهیم داد. ولی تا آنجایی که منطق اضافه می کند این است که باز هم تکرار می کنم که دنیا مهم است برای این که ما اعمال خوب را برای منفعت آینده و عاقبت خود از خود بجا گذاریم، ولی بهترین امر این است که آخرت را در نظر گرفت و اشخاص را در آخرت نجات داد. در سوره تحریم سوره 66 آیه 11 در قرآن عظیم شان آمده است که حضرت آسیه رضی الله تعالی عنها خانم فرعون میگوید که خداوند متعال مرا از این همه آرگاه و بارگاهی که نصیب گشتاندی این را همه از من بگیر و فقط یک در از جنت را برای من باز کن. اینجا شما فکر کنید که خانم سرمایه دارترین شخص دنیا دید و نگاه و توجه به آخرت دارد. این آخرت چقدر مهم است. اگر ما آن را درک کنیم و به آن بندشیم و به اساس تمام مواردی که برای ما و به منفعت ما گذاشته شده پیش برویم. وظیفه من است که همگی را بفهمانم که حقیقت این است، راه رسیدن به حق این است و راه رسیدن به روشنایی فقط اینجاست. در تمام اساسات تذکرات مثبت در موارد خوب و همچنان مشخصات نیکی که در قرآن عظیم شان ذکر شده داده میشه. من امیر بیان میکنم برای اشخاص و میگم که شما باید این در نظر بگیرین و با در نظر داشتی همه موارد مثبت و پیش برین. حالا ما اساسات مختلف داریم ولی این اساس آخرین تحول است که برای حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به عنوان آخرین تحول و پیام خداوند برای بشریت فرستاده شد. نه تنها برای مسلمانان. مسلمانان کسانی هستند که این پیام را پذیرفتند و در همان راه حرکت کردند، ولی بشریت تا هنوز کسانی هم هستند که آنها مسلمان نیستند و عقیده به این کتاب ندارند. خداوند متعال در سوره عمران سوره 3 آیه 19 می‌فرماید که تنها دین خوب، دین اساسی، دین برجسته نزد خداوند متعال در دنیا همان دین است که حقیقت را برای دیگران بیان کند و آنها را به سوی حق برگرداند. من از شما شاید بپذیرم که امروز دین مسیحیت، دین هندویزم و ادیان دیگر به اشخاصی که تجاوز میکنند بالای دوشیزه ها و چشم بد میبینند. یا موارد شاید است که بیرون رفت و راه های بیرون رفت به آن گذاشتند که من با شما موافق هستم، ولی اگر مسلمان دید بد برای دختر می داشته باشد او اصلا مسلمان نیست. خداوند متعال در سوره نور سوره 24 آیه 30 میفرماید که ادیان دیگر در رابطه به حجاب در وجود زنها صحبت می کند، ولی اسلام در رابطه به حجاب برای نخستین بار در وجود مرد صحبت کرده، بعد در رابطه به وجود زنها صحبت کرده و معلومات می دهد و هدایت می دهد که از چگونه حجاب باید استفاده شود. باز هم در کتاب ریگوید بوک 8 هم 33 و منترای 19 در اساسات هندویزم در رابطه به حجاب آمده، موردی که درست در مشابهت با همین مورد در قرآن عظیم شان قرار دارد که هندوها هم باید معتقد باشند که آنها هم باید دید بد به خانمها و دخترها نداشته باشند و این درست در مشابهت با دین مقدس اسلام است. آنها توجه نمی کنند. این موارد در کتاب مقدس هم است که آنها اگر توجه کنند آنها در میابند و می توانند بنابراین پیش بروند. شاید حرفای بد هم در آن کتاب باشد، ولی من چالش می دهم که اگر کسی بتواند یک جمله کوتاه در رابطه با جوانب بد و یا موارد منفی در وجود انسانها و از جمله کسایی که به طرف دخترها می بینند در این کتاب دریابد، من همان لحظه چالش می دهم که این جمله دریافت نخواهد شد. اگر مسلمانی به طرف دختران با چشم بد نگاه می کند و هدف تجاوز را دارد، آن شخص مسلمان نیست.
و برمیگردیم به باز هم سوال اول شما که در اونجا تذکر دادید که خب اگر متوجه شویم اشخاص مسلمان توجه خاصی به دختران هندو ندارند و آنها را مورد اذیت قرار میدهند. من این امر را رد میکنم. شاید موارد در جامعه باشه که آنها نظر به اسمی که دارند مسلمان باشند، ولی مسلمانیت فرق میکنه. اسلام نظر به عقیده و ایمان و وجدان برقرار است و ما نمیتوانیم کسی که اسم خود را عبدالله و یا سلطان گذاشته اون را مسلمان بدانیم. تا جایی که ارتباط میگیره با سوال شما، اسلام این را خیلی جدی در نظر دارد و کسی که دید بد برای دختران دارد او را رد می کند. منظور من در کل این بود که من نمیخواستم بگویم که مسلمانان دید بد برای دخترها و زنها دارند. من گفتم دید خوب دارند. من پدیده های بد در جامعه را رد می کنم. تشکر برادر، تشکر. من میخواهم بگم که متاسفانه پدیده های بد، آن پدیده هایی را که ما رد میکنیم آنها این بدی ها را به میان میآورند. برادر محترم، شما اضافه کردین که پدیده هایی هست در جوامع بشری که آنها این مشکلات را به بار می آورند. من هم تایید می کنم، ولی مشکل در اینجاست که این پدیده ها از کجا اختمند شده و این اوامر بد را به پیش می روند و آن را عملی می کنند. خب آنها هم اساسات خود را ندیده، در نظر نگرفته، مطالعه نکرده و آن را درست درک نکرده و خود را نفهمانده که اساسات ما در رابطه به همین مورد چی میگه. اگر او پدیده های بد در جوامع اسم خود را عبدالله گذاشته و گفته که من مسلمان هستم و یک اوامر بد را انجام میده، ما او را رد میکنیم. در کتاب جنسیس بخش 3 سطر 16 در رابطه با زنها در کتاب مقدس به وضاحت بیان کرده که احترام باید بالاخره به زنها و دخترها به جا گذاشته شود. قرآن عظیمشان در سوره نساء بخش 4 آیه 1 و همچنان در سوره لقمان سوره 31 آیه 14 در رابطه با زنها خیلی به وضاحت بیان میکنه که باید فرزند با تمام حاکمیت به نفس که داره احترام کامل برای خانواده خود، مادر، خواهر و بالاخره تمام اعضای خانواده خود از زنها قائل باشد و دید خوب به جوامع بشری داشته باشد. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در صحیح بخاری کتاب آداب جلد 8 بخش 2 حدیث 2 به وضاحت بیان می کند که شخصی آمد از حضرت پیغمبر پرسان کرد که نزدیکترین شخص برای من کیست؟ پیغمبر گفت مادرت. بار سوم هم پرسان کرد که کیست؟ گفت مادر. بار چهارم پرسان کرد گفت کیست؟ گفت پدر. بنابراین حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که 75% نزدیکی شما، محبت شما، صمیمیت شما، توجه شما در زندگی به مادر ارتباط میگیرد که او به شما محبت دارد و 25% شما فقط توجه پدر بالای شماست. یعنی به این معنا که مدال طلا، نقره و برنز مربوط مادر و طلای مدال عادی مربوط پدر. اینجا ببینین قدر مادر در دین مقدس اسلام چقدر زیاد است. این حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود که برای نخستین بار حق بیشتر برای زنها قائل شد و گفت که حق زن و مرد در دین مقدس اسلام مساوی است. امروز تحت جملات گوناگون این خارجی ها چی ها که با ما نکردند، آنها تحت شرایطی که خود گذاشتند خواهران و مادران ما را اذیت می کنند. در شرایطی که اعلانات به شمار می رود نظر به گفته آنها مشکلاتی که برای ما بار می آورند به نفع ما نیست. این همه منفی است. آنها منفیگرا هستند. آنها نمی خواهند دخترها و زنها به حق خود برسند، بلکه آنها را فقط به عنوان جنس نمایشی مورد استفاده قرار می دهند. هیچ مسلمانی بر علیه این امر قرار ندارد و همیشه مسلمانان و منفعت زنها و دخترها فکر کردند. پدیده های بد را هرگز شما توجه نداشته باشید و ما مسلمانان هم آنها را رد می کنیم. ما خواهران، مادران و همگی دختران در جوامع بشری را به عنوان اعضای خانواده خود دوست داریم. برای معلومات بیشتر به تیپ من مراجعه کنید. Oh my Lord, make me brave, and make my path easy for me. इम्ताज़ खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पेरन उसका है वो मजहब का कफन। This is nationalism, racism. हमारे जैसा कोई नहीं। हैनिसेस जो करेगा इम्तियाज रंग व खून मिट जाएगा।
So whosoever will resort to the distinction of color and blood will perish. Turki khargahe ho ya Arabi wala gar, though he may be a majestic Turk or a blue-blooded Arab. This is the law of God. You discriminate on grounds of race, language, color, or riches, you will perish. Question from the mic here, please. My name is Vinay Kumar. I am an اسم من ونت کمار است و نقاش می باشم. بالاخره هنرمند هستم و سوال دارم که من نظر به مراجعاتی که به وبسایت شما از طریق اینترنت داشتم، اونجا جوابات را از شما خواندم که به تعداد از سوالات افاده کرده بودین و یکی از او جوابها در رابطه به استفاده از سطرهای کتاب مقدس در ازمنه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بوده. ما جمله ای را در صحیح بخاری خواندم که گرفته شده، ترجمه شده از کتاب مقدس به وسیله اشخاص موجود در آن وقت و آن زمان و شما در جواب گفتین که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آن وقت بایبل یا کتاب مقدس را در دسترس نداشت و از طرف دیگه او سواد نداشت که خودش بتونه با استفاده از سواد خود کتاب مقدس بخونه و او را استفاده کنه و جملات از او را به کار ببره. که این جواب برای من منطقی نبود، چرا که اگر کسی که سواد نداره او میتونه بشنوه از دیگرها و او را دوباره در کار خود تطبیق کنه که ما هنوز همچنین میپنداریم که او تطبیق کرده. برادر ما سوال خیلی خوبی را پرسان کردند و من بسیار خوشحال هستم که به وبسایت ما مراجعت کرده و ما باور دارم که شما مسیحی هستین، درست؟ به خاطر که ونت کمار نام داشتین. بله، اونها دو مورد از جواب من را افاده کردند و گفتند که دو مورد را شما افاده کرده بودین. نه، از چندین موردی که من در آنجا داشتم فقط دو مورد را شما پیشکش کردید به این معنا که من در رابطه با استفاده از سطرهای کتاب مقدس به وسیله محمد صلی الله علیه و سلم گفتم و آن را رد کردم. چنانکه که خداوند متعال در سوره عنکبوت سوره 29 آیه 48 می‌فرماید که به تحقیق ما آخرین پیغمبر را برجستگی بخشیدیم که او بتواند با توانایی پیام خداوند متعال را برای بنده هایش برای بشریت برساند. شما عقیده دارید به این که شخصی که سواد دارد تا شخصی که سواد ندارد با مشکلات بیشتر مواجه نیست و شخص بی سواد بیشتر مشکل دارد، زیرا کسی که سواد دارد میتواند هم بشنود هم بخواند و شخصی که سواد ندارد او فقط میشنود و نمیتواند بخواند. شما موافق هستین؟ خوب، درست، ماشاءالله. حالا با پیش می رویم. این یکی از جمله چندین مورد بود که من افاده کرده بودم، تنها مورد نبود که شما آن را تذکر دادید. مورد دوم را که شما بیان کردین، شما گفتین که شما نایک گفتین که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم جملات کتاب مقدس را بنابر ترجمه ورقه تذکر نداده و من ایره هنوز هم میگم که حضرت پیغمبر هیچگاه از سطرهای کتاب مقدس استفاده نکرده، او را نخوانده و او را در صحیح بخاری تذکر نداده. به خاطر که من ایره برای شما بیان میکنم که اولین ترجمه کتاب مقدس در قرن دهم عرضه شده و این فاصله زمانی رو شما ببینین. شاید ورقه تعداد از موارد را بنابر فهم که داشته که من تایید میکنم او بیان کرده بوده، ولی به این معنا نیست که او تمام کتاب مقدس را به عربی ترجمه کرده باشه. این ناممکن است، این اصلا وجود نداره و هرگز نبوده و هرگز کار نشده و این اصلا امکان نداشته که یک امر صورت بگیره، زیرا او خود برجستگی های مربوط به خود را داشت. من باز هم چالش میتونم با شما که اگر چنین جمله ای را شما دریافت بکنین و او را برای ما در مقابل چشمان بگذارین، ما چالش میدهیم. آیا شما سلمان رشدی را میشناسین؟ اونها هم کتاب در علیه قرآن نوشتن و اونجا آیات از قرآن را تذکر دادن. آیا ما او را گفته میتونیم که او ترجمه قرآن عظیم‌شان نوشته کرده؟ نه، شخص مثل من هم کتاب نوشته کرده در رابطه با قرآن عظیم‌شان. ما آیه های قرآن را در او تذکر دادیم. آیا شما میگین که نایک ترجمه قرآن نوشته؟ نه. بالقرآن سديدا وبها أقرأ قرآني حتى يكمل إيماني.
با نام خداوند مهربان، سلام تقدیم شما بیننده های تلویزیون نوری. برنامه پرونده 23 ان شاء الله بیننده خدمت شما هستم. امیدوارم هستم تا آخرین دقایق برنامه ما را همراهی کنیم و بیننده برنامه خودتان باشید. دوستان برنامه سه بخش داره: بخش اول برنامه خوشنویسی، بخش دوم کارتون و بخش سوم برنامه کودک باهوش. میریم بخش اول برنامه رو میبینیم، برنامه ادامه داره. سلام، عرض ادب و احترام ویژه دارم خدمت همه اساتید فرهیخته و فرزانه هنر عزیز خوشنویسی، عزیزانی که عمرشون رو برای این هنر صرف کردن که ما امروز در خدمت شما باشیم. با آموزش یک دوره خط تحریری نستعلیق در خدمت شما عزیزان هستم. از اونجایی که من مخاطب خودم رو نمی بینم و مخاطب حضوری ندارم، خدمت عزیزان نیستم، سعی می کنم که سخنم رو کوتاه کنم و فقط کلیات رو خدمت شما عرض کنم در حد اندوخته های خودم، چون نمیدونم الان عزیزی که این مقابل دوربین هست و تماشا میکنه میبینه این آموزش رو تو چه شرایط سنی هست، سطح تحصیلاتش چقدره و حتی نمیدونم جنسیتش چیه، دختر خانوم هست یا آقا پسر گل. خدمت شما عرض کنم که برای اینکه ما وارد آموزش بشیم لازم دو سه مورد رو من خدمت شما عرض کنم. مطلب اول چگونگی گرفتن قلم هست. دیده شده که عزیزان قلم رو گاهن درست نمیگیرن تو دستشون. عرض میکنم خدمت شما که قلم بایستی روی انگشت میانی بشینه. این بند اول انگشت و سر ناخن اینجا قلم میشینه و انگشت اشاره و شست ما حکم نگهدارنده قلم هست و قلم رو نگه میدارن. این موضوع خیلی مهمه که ما بتونیم قلم رو اینطوری کنترل بکنیم و مخصوصا در نگارش با قلم و مرکب، چون لازم اونجا پیچش هایی به قلم داده بشه و قلم در حول محور خودش هم بگرده. بنابراین قلم رو به این شکل مخصوصا والدین گرامی توجه کنن که عزیزانشون قلم رو از ابتدا که قلم به دست میگیرن درست تو دستشون بگیرن و این عادت بشه براشون. مورد دوم که خدمت دوستان گلم عرض میکنن اینه که صفحه کاغذ رو یا صفحه مشقی رو که دوستان مینویسن یا تمرین میکنن یا حتی تو کلاس تو مدرسه هر جا مینویسن، نبایستی صفحه بچرخه به سمت چپ یا به سمت راست. دیده شده بارها و بارها که عزیزی که راست دست هست صفحه مشق رو به این شکل میچرخونه به سمت کتف چپش و این خیلی خوب نیست برای تحریر در خوشنویسی، چون اونطوری کرسی رو از دست میدیم و طبیعتا نمیتونیم خوب بنویسیم. لازمه که صفحه مشق ما اگر این خط کرسی ما باشه، یعنی این خط سفیدی که من اینجا داریم این خط کرسی ما باشه، بایستی این خط کرسی به موازات شونه های من باشه، به موازات کتف من باشه و روبروی، اگر راست دست هستم، روبروی کتف راست من باشه. هر چقدر من اینو بیارم به سمت چپ، خب طبیعتا این دست صفحه میچرخه. عزیزانی که چپ دست هستن خب طبیعتا باید روبروی دست چپشون باشه. این دو مورد رو عرض میکنم خدمت شما. حالا موارد دیگه که در خلال صحبتامون در خدمت شما خواهیم بود. اما خط تحریری، خط نستعلیق تحریری که ما در خدمت شما هستیم، با حروف الفبا شروع میکنیم، مشابهات رو کنار میذاریم. من باب مثال به یک حرکت هست و وقتی نقطه هاش تغییر کنه میشه ت، سه نقطه یا پ.
ما همون حرکت رو خدمت عزیزان ارائه میدیم، انشالله که مثمر ثمر باشه و بتونیم یک قدم عزیزان رو به هنر عزیز و گرانقدر خوشنویسی آشنا بکنیم. هنر بسیار ارزشمند که در تعالی تمدن اسلام و حتی تمدن ایران خیلی نقش داشته، چون قبلا اصلا دستگاه چاپ نبود، این خوشنویسا بودن که کتابت میکردن و مینوشتن. الف رو من خدمت شما عرض میکنم، اگر یک اس انگلیسی رو ما داشته باشیم به این شکل و از بالا و پایین این رو بکشیم، به دو سمت بکشیم، یه همچین حالتی به دست میاد که این الف ما هست در خط خوشنویسی تحریری. ما این رو هم نمیخوایم، یه خط صاف عزیزان بیان روی کرسی. همین که گفتم کرسی، لازمه که خط کرسی رو هم من خدمت شما عرض کنم. کرسی یه خط صاف هست، خط افقی صاف که خوشنویس یا هنرجو یا کاتب یا هر کسی که مینویسه روی اون خط حرکت میکنه و حروف و کلمات رو روی اون خط قرار میده. این تعریف خیلی ساده یک خط کرسی هست و لازمه باز من اینجا در خدمت شما هستم عرض کنم که واحد اندازه‌گیری در خوشنویسی نقطه هست و در خط تحریری یک دایره گرد هست که فقط یک نقطه داخلش جا بشه، یک نقطه همون قلم، یعنی من با یک نقطه اون قلم بتونم اینو پرش کنم. خوش آمدین دوستان، از بخش اول برنامه را دیدین و امیدوار هستم مورد پسند قرار گرفته باشه. بخش دوم برنامه کارتون است که بسیار کارتون جالب و دیدنی را براتون تهیه کردیم. کارتون را می‌بینیم. C D E F G C D E F G瞬間風速は40メートル。やれやれ、こんな風台風でも上陸しなきゃ吹くわけないに。ほらご注意ください。本土に接近中の大型台風19号は紀伊半島の沖を毎時 25km のスピードで北北東へ向かっており、明後日未明には東京湾へ上陸する模様です。